чорабинии мазкур бахшида ба ҷашни сада дар назди кохи дӯстии шаҳри Турсунзода бо иштироки раиси шаҳр Акрамзода Парвиз Акрам, роҳбарони корхонаҳо, ташкилот ва идораҳо муассисаҳо, ҳамзамон деҳқонону хоҷагидорони шаҳри Турсунзода баргузор гардид. Нахуст меҳмонон аз намоиши дастранҷи ҳунармандону деҳқонони шаҳри Турсунзода боздид ба амал оварданд. باید قید کرد که استقلالیت دولتی برای مردم کهن بنیاد تاجیک امکان تاریخی فراهم آورد که عنعنه‌های فرهنگی و جشن‌های ملی خود را در شکل و محتوای نو و زمانوی احیا و تجدید نمایند. جشن‌های اجدادی آریایی ما با مانند سده و نوروز، تیرگان و مهرگان، بازتاب پیوند انسان و طبیعت، آیین‌های وابسته به کارهای کشاورزی، اینچنین هنرمندی بوده بهترین غایه‌های انسانی ماهیت و محتوای آنها میباشند. این جشن‌های باستانی به 4 فصل سال راست آمده، گرامی‌داشت عنصرهای معین طبیعت در مرکز هر یک از آنها قرار دارند. یعنی مردم ما از زمان‌های بسیار قدیم در هر فصل سال جشن و آیین‌های خاص داشتند. در این زمینه رئیس شهر تورسنزاده اکرمزاده پرویز اکرم با دستبازی نمودن از نمایش دسترنج هنرمندان و دهقانان شهر تورسنزاده به منبر برآمده دایره اهمیت تاریخی جشن سده نزد اشتراکداران همایش سخنرانی نمود. باعث افتخار و سربلندی هر یک ساکنی وطن است که با شرافت استقلالیت دولتی و سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنت و عنعنه‌های باستانی، هنرهای مردمی و جشن‌های ملی خلق کهن بنیادمان احیا گردیده در سطح دولتی با شکوه و شهامت تجلیل گردیده ایستادند. جشن سده از جمله عیدهای احیا شده ملی به حساب می رود که در سرگه جشن ها قرار داشته همچون رمز فیروزی روشنی بر تاریکی، اولین مژده بهار و آمادگی دهقان و کشت و کار در میان خلق محبوبیت خاص دارد. با مناسبت آمد جشن سده از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تورسنزاده مردم مهنتکارین شهر باستانی تورسنزاده را صمیمانه شادباش گفته گرمی و نور و روزگاری پرسعادت را به خاندان هر یکی شما آرزو می‌نماییم. مورد به ذکر است که جشن سده همچون رمزی خرمی و آبادی، تندرستی و شادکامی و دورکننده زشتی و ناپاکی اهمیت بلند اجتماعی و فرهنگی دارد. با نقل حکیم فردوسی جشن سده را باری نخست شاه هوشنگ و مناسبت کشف شدن آتش برپا کرده است. طبق تقویم‌های خلقی تاجیکی جشن سده با انجام چیله کلان که اوج سردی طبیعت است راست می‌آید. برابر به پایان رسیدن آن اجداد ما شادی و خرسندی کرده به استقبال نوروز آمادگی می‌دیدند. آنها یکدیگر را با فرارسی این جشن تبریک گفته خانه زیبا می‌آراستند و آرزو می‌کردند که از برکت آن به دیارشان فصلی با برار و فراوانی قدم گذارد، سردی دور شده گرمی و سیرابی فرا رسد. جشن سده در طول تاریخ بارها با مخالفت متعصبان دچار شده نسبت به نوروز و مهرگان یک اندازه کمرنگ دایر می‌گردید. تنها با شرافت آزادی و استقلال دولتی از نو احیا گردید و امروزها در کشور ما این آیین مردمی جشن گرفته می‌شود و در روزهای برگزاری آن نمایش نهال‌ها، میوه و سبزیجات، نوع‌های گوناگون طعام‌های ملی و تجهیزات و تکنیک کشاورزی براه مانده شده محصول زحمت دهقانان و هنرمندان به معرض دقت مردم گذاشته می‌شود. در فرجام چاره‌بینی هنرمندان شعبه فرهنگ شهر تورسنزاده سرود و ترانه‌های وطن دوستانه را پیشکشی حاضرین گردانیدند.